نیمار فقط عاشق فوتبال نیست، او یکی از عجیبترین ساعت‌های دنیا را هم در کلکسیونش دارد. اولین ساعت، ریچارد میلروم از 68 تا 01 توربلان است، یکی از خاص‌ترین ساعت‌های ریچارد میل که با طراحی هنری و تولید محدود، ارزش بسیار بالایی دارد. دومین ساعت، رولکس گرندمستر است، ساعتی که به طراحی اسپرت، کیفیت فوق‌العاده و نمایش دو منطقه زمانی معروف است و نیمار بارها با آن دیده شده است. سومین ساعت، جکوب کوکاسینو توربلان است، یکی از عجیبترین ساعت‌های جهان. روی صفحه این ساعت یک رولت واقعی قرار دارد که با فشردن یک دکمه شروع به چرخیدن می‌کند. تنها 101 عدد از این مدل ساخته شده و قیمت آن حدود $280,000 است. این 3 ساعت فقط بخشی از کلکسیون لوکس نیمار هستند و نشان می‌دهند او به خاص‌ترین ساعت‌های دنیا علاقه دارد. اگر قرار بود فقط یکی از این 3 ساعت را انتخاب کنی، کدام را برمی‌داشتی؟ ریچارد میل، رولکس یا جیکوب اند کو کازینو؟ نظرت را در کامنت‌ها بنویس و برای قسمت بعدی واچ فارز را دنبال کن.